فیلولوگ‌ها در مسئله ادبیات این چیزها رو بررسی میکنند. تاریخ شناسا اینها رو در مسئله تاریخ از نقطه نظری تاریخی در مقایسه پیشنهاد میکنند. لیکن پوبلیسیستیکا این تاریخ واقعیت امروزه است و به قدر این رسیدن این ژورنالیست‌ها میتوانند کرد. پروفسور رано باباجانیان وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان موقع ژورنالیستیکا را در جامعه امروزه شایسته خواند. بنا به گفته وی ژورنالیست و فیلولوگ باید کلاً فرق کند. این سخن را وی هنگام برگزاری کنفرانسی جمهوری که صبح امروز در تالار ریاست مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов برگزار گردید ابراز داشت. مدیا کمونیکاسیون مجازی و رکلام، تکنولوژی‌های نو و متدولوژی تحقیق تحت این عنوان کنفرانس گذرانیده شد. چاره‌بینی مذکور به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 25 سالگی تأسیس یابی کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه بخشیده شد. وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رано باباجانیان اوید به ترغیب مسائل ادبی در رسانه‌های اینترنتی سخنرانی نموده بیان داشت که امروز به ژورنالیستیکا یگان دولت پیش نمی‌رود. برای همین وقتی که کسی که ژورنالیستیکا این سیاست است، ژورنالیستیکا این اقتصادیات است، ژورنالیستیکا این اجتماعیات است، ژورنالیستیکا این همه چیزهایی که در جامعه ما مهم است، این در شکل عموم ژورنالیستیک است و ژورنالیست خوب وقتی که همین چیزها رو بررسی کرده گفته میتواند. برای همین آنهایی که در فاکولته ژورنالیستیکا تحصیل میکنند مسئولیت خیلی زیاد دارند. در این فاکولته، در این شعبه ها، در این اختصاص ها نفرانی می آیند که از خودشان علاقه گذشت کردند. آنها می دانند که این نان بسیار دشوار است و ژورنالیستان را باور کنید که در همه جا دوست نمی دارند لیکن همیشه به آنها احتیاج دارند. همین چیزی بسیار مهم که به ژورنالیستیکا یگان دولت پیش نمی رود. ما وقتی که تاریخ ژورنالیستیکا میخونیم میگفتیم همه وقت که از همون فعالیت جورچی ها با ایزون سر کرده با تبلیغ مشغول هستند. آنها اداره کردن عقل ها رو به عهده دارند. همون فونکسیون های ژورنالیستیکا که ما همیشه میگوییم که این بلند برداشتن معرفت جامعه، این وظیفه های تشکیلی، این همین چیزهای مهمی که ما میگوییم که مسئله های فراغت کتی وابسته، این کارهایی که ژورنالیستان انجام میدهند در شرایط امروزه باز مرحله نو خود را اثر گذارانده ایستاده است. ژورنالیستیکای کسبی از ژورنالیستیکای شهروندی با مسئولیت و معیارهای ژورنالیستی فرق می‌کند. ژورنالیستی که درک مسئله و قانون‌های این ساحه را رعایت کرده منفعت جامعه را در جای اول می‌گذارد، این ژورنالیستیکای کسبی است. با این مضمون در کنفرانسی مذکور بعضی معروضه‌های علمی مورد بحث قرار گرفت. در این کنفرانسی رکتور دانشگاه ایوب اسلام، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تاجبای سلطانی و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رано باباجانیان اشتراک نموده اوید به وسایط اخباری عامه و رشد و تکامل آن معروضه نمودند. به شرایط استقلال دولتی تاجیکستان خوشبختانه حالا در مملکت نزدیک 1100 شبکه‌های تلویزیونی، رادیو و استودیوهای استحصال محصولات آدیوویزویلی فعالیت می‌برند که در این راستا کسای تیار نموده دانشگاه ما نیز در حوزه رشد واسطه اخبار عموم کار و فعالیت می‌نمایند. کنفرانسی از 3 بخش عبارت بوده در عموم 45 موضوع را در بر گرفت. در قسمت جنبستی کنفرانسی مدیر کافدرای ژورنالیستیکا و نظریه ترجمه داتسن کریمبای کامیلوف در موضوع مدیا کمونیکاسیون مجازی تشکل و دورنمای رشد معروضه نمود. تاکید گردید که مفهوم مدیا کمونیکاسیون ویزوالی در بعضی مقاله‌های محققان ژورنالیستیکا و مجله‌های علمی تاجیکی چون رسانه‌های ارتباطی مجازی آورده شده باشد همچون اصطلاح اعتراف نگردیده است. ماهیتاً مدیا کمونیکاسیون مجازی در انتشار انتقال اطلاعات خاصی مجازی آماده شده توسط واسطه‌های تکنیکی بین انسان‌ها و اشخاص علاهه فعال است که اطلاعات دارای اهمیت اجتماعی و فردی را صاحب است. این نمود معاشرت و ارتباط قسماً یا پورا به بینش یعنی دیدن تکیه می‌کند. معمولاً محققان مدیا کمونیکاسیون مجازی یک شکل انتقال اطلاعات یا ایده ها با استفاده از عنصرهای مجازی یعنی تصویری ارزیابی میکنند.
اطلاع داده شد که قسمت دومی کنفرانسی مذکور پس از نصف روزی ساعت 14 در بینای فاکولته فیلولوژی تاجیک ادامه یافت. در آن استادان و متخصصان ساحه و عنوانجویان و ماگسترانتان و دکترانتان اشتراک نموده مسئله های دیگری کنفرانسی از قبیل کمونیکاسیون مجازی، واسطه های مجازی، بریدینگ، دیزاین مجازی، رسانه های ارتباطی، زبان و اسلوب مواد مدیای معاصر مورد بحث قرار گرفت. گزارش منظور بختیارزاده و نسیم رحیمو برای برنامه اطلاعاتی خبر.